سلام علیکم به تمام بیننده های عزیز. امید که همتان خوب و سر حال باشین. بازم من سمیر رازقی در خدمت شما هستم. در این بخش ما میخواییم که روی نصب آر استودیو و همچنان آر تولز و همچنان بخش محیط آر استودیو رو بر شما معرفی کنم. اول ما به صفحه گوگل یا مو براوزر ما میریم و در این نوشته میکنیم آر فور پی سی. بعد از اینکه ما سرچ کردیم به صفحه رسمی آر میریم، میبینین دانلود آر. به شکل بالای از این کلیک میکنیم. بعد از اینکه بالای از این کلیک کردیم میبینین که اینجا دانلود آر فور ویندوز می بالای از این کلیک میکنیم و همچنان خود آر در کامپیوتر یا در پی سی ما نصب میشه. خب و بعد از اینکه ما آر فور پی سی دادیم، آر استودیو دانلود میم. آر استودیو فور پی سی. ببینید اینجا دانلود آر استودیو دسکتاپ این صفحه رسمیش است. بالای زمین کلیک میکنیم و بعد از اینکه لینک باز شد ما میتونیم باز آر استودیو رو دانلود کنیم. ببینید اوپن سورس از اوپن سورس است، یعنی میتونیم از این به طور رایگان ما استفاده کنیم. خب و شما اینجا میبینید که آر استودیو مثلا برای هر بخش آمده و همچنان سال بخشش آمده. مثلا ببینین آر استودیو 2026 به این شکل آخرین اپدیت ما میتونیم روی از این کلیک کردیم، آخرین اپدیتش میتونه دانلود شود در کامپیوتر ما. و بعد از این دوباره میریم بازم بالای براوزر ما و آرتولز باید ما همچنان کار داریم به خاطر از اینکه از آر استودیو استفاده کنیم. میبینید اینجا آرتولز هست. ما میتونیم بعد از این آرتولز هم همچنان دانلود کنیم برای روی کامپیوتر ما و استفاده کنیم. خب این در مجموع بخش یا منابعی بود که ما میتونستیم از آر استودیو آر و همچنان آر تولز دانلود کنیم، چون ما به خاطر استفاده از آر به این چیزا ضرورت داشتیم. بعد از اینکه ما آر تولز آر و آر استودیو رو دانلود کردیم، به این شکل همین اپ های از روی کامپیوتر ما میایم. ما میتونیم روی کلیک کردن بالای از فقط این مستقیما نصب کنیم و بسیار کار ساده است. اینجا فقط یس میذاریم و بعد از اون نکست. حالا چون در کامپیوتر ما آر و آر استودیو تمامش نصب است، پس نیاز به این کار نیست. بعد از اینکه شما نصب کردین فقط میتونین روی از اینا کلیک کنین و به این شکل مراحلش تمام بر شما گفته میشه. فقط در تمامش نکست میزنین و میتونه آر استودیو روی کامپیوتر خود باز داشته باشین و دانلود شود. و بعد از اینکه دانلود شد شما میتونید میره حالا فعلا نصب کنید روی کامپیوترهایتان. ما فعلا این رو دانلود کردیم و روی کامپیوتر من نصب است، اما شما فقط برای کلیک کردن بالای از اینا بر شما گزینه میگه که آیا رو میخواین نصب کنین یا نه. یس میزنین و به این شکل مراحلش پیش میرین. باز میتونین برنامه های آر استودیو و آر تولز در کامپیوترهای خود داشته باشین. خب بعد از اینکه روی کامپیوتر ما نصب شد آر استودیو
ما میخوایم از آر استودیو استفاده کنیم. قسم قبلا هم برای شما گفته بودم در ویدیوهای قبلی، ما گفتیم که آر یک نوع زبان برنامه نویسی است، یک از زبانهای برنامه نویسی است. پس خود آر زیادتر استفاده نمیشه، ما از آر استودیو استفاده میکنیم. فقط آر زبان برنامه نویسی است یا زبان گرافیکی است که روی از آر استودیو نصب شده. یعنی ما مو وسایل که ضرورت داشتیم آر استودیو و همچنین آر تولز بود نصب شد. حالا این خود از این محیط آر است، محیط گرافیکی آر که از 4 بخش تشکیل شده. یک بخشش میتونیم بگیم که بخش بالایش بخش آر اسکریپت است که در اینجا شما میتونید هر کد به شکل کدهای طولانی رو میتونید در اینجا نوشته کنین. و همچنین بخش پایینی بخش کنسول است، اینجا برای شما نتایج نشون میده، نتایجی که شما به دست میارین. اینجا نتایج است، اینجا کد گذاری میکنین. و همچنین اینجا بخش انوایرمنت است که در بخش انوایرمنت برای شما میگم مثلا دیتا هایی که ثبت میشه یا بعض نتایجی که مثلا حاصل میشه. همچنین اینجا میتونید داشته باشین او نتایج. و همچنین در این بخش آخری طرف راست در این بخش فایل هاست و همچنین میتونید فایل هایی که دارین استفاده کنین. بخش پکیج هاست یا کامون کتابخانه هایی که ما مثلا میشه ضرورت داشته باشیم به خاطر آر. و همچنین بخش هلپ است اگر ما به کمک ضرورت داشته باشیم و بخش های دیگر که شامل از این میشه. خب قسمی که قبلا گفته بودیم شما مثلا میتونین از کد بسیار ساده شروع کنین. مثلا ما نوشته میکنیم 1 جمع 1 که با انتر با کلیک کردن انتر میبینین جواب بر ما اینجا 2 میبرایه. یعنی میتونین به بسیار طور ساده اینجا کد کنین. و همچنین در قسمت آر اسکریپت هم میتونین این کد انجام بدین. مثلا من این کد انجام میدم 1 جمع 1 بعد از رن میدین، کلمه رن که زدین اینجا بازم بر شما جواب 2 میده. یعنی میتونین از هر دو بخش استفاده کنین، اما به خاطر کدهای بزرگ باز میتونین از این بخش آر اسکریپت استفاده کنین، چون همین بخش باز میتونین شما این کدا رو پیش خود داشته باشین و اینا سیو کنین بعد از اینکه کد گذاری رو انجام دادین. خب بعد از این ما میخوایم حالا برای آر یک دیتا بتین. مثلا شما به خاطر از اینکه برای آر دیتا بتین باید مشخصات همو دیتایتون رو براش بیان کنین. مثلا ما میگیم که قیمت x قسمت پایین میگیم قیمت x هرگاه x مساوی باشه به مثلا از این کلمه استفاده میشه حالتا با کلمه منفی با منفی کلیک میکنین یک جای و بعد از امی علامه ظاهر میشه. بعد از اینکه علامه ظاهر شد شما حالا میتونین برای x هر قیمت دلخواهی که بتین میتونین هر قیمت دلخواه را بتین براش. مثلا من میگم اگر x مساوی به 10 باشه. ببینید در قسمت اینجا values x برای ما 2 گفت. یعنی مثلا من اینجا گفتم x مساوی به 2 باشه، برای ما اینجا میگه قیمت x چند است؟ 2 است. برای ما قیمت ها را نشان میده. و همچنین میتونیم مثلا بگیم y مساوی است به مثلا از 1 الی 10. برای ما کشید اینجا y میگه که از 1 تا 10 است. قیمت های y میتونه از 1 تا به 10 باشه. برای ما میتونیم بعضی مراحل روی از انجام بدیم. مثلا ما میخوایم که مجموعه 1 تا 10 یا مجموعه y بفهم. ما از سم استفاده میکنیم. قسمی که سم به معنای جمع است. اینجا مثلا برای شما کمک میکنه مینیو میایه ما روی سم کلیک میکنیم بعد از اون میگیم سم وای. سم وای به معنای چی است؟ یعنی برای ما تمام وای ها را جمع میکنه که از 1 تا 10 مثلا چند میشه. برای ما جمع کرد از 1 تا 10 میشه 55. یعنی اگر تمام وای ها را ما قیمتایش جمع کنیم از 1 تا 10 میشه 55. به این شکل اگر ما مثلا ازش بخوایم که سم و وای، ببینید بعض جاها بر شما مثلا ایرور میده. وقتی ایرور داد حتما شما در کد غلط کردین. مثلا گفته ما آبجکت x ما نتونستیم میره یافت کنیم. پس شما باید قسم کد بنویسین که مثلا بر آر امور رقم تعریف کرده باشین. مثلا من میگم که سم یا مثلا به این شکل میتونیم گفته که هرگاه ما x با وای جمع کنیم این چند میشه. این جمله میشه قیمت یا مثلا ما به نتیجه نرسیدیم. پس ما باید از یک راه دیگه استفاده کنیم تا می x را جمع y جمع شود. x y یعنی با هم دیگر جمع شوند.
که قبلا هم بر شما گفته بودم که آر با مثلا حروف بسیار حساس است. مثلا ما در اینجا که برای x تعریف کردیم، x با حروف بزرگ تعریف کردیم، گفتیم قیمت x مساوی به 2. اگر ما هم اینجا x بزرگ بودیم، پس مثلا براش میگیم که x 2 است. باز برش ما x بزرگ دادیم، یا مثلا اگر ما به x کوچکی را بگوییم x 2 است، این از هم فرق میکنه. مثلا برش میگیم که x 2 است. حالا برش گفتیم که x کوچک 2 است. ببینید x بزرگ یک قیمت داره، x کوچک دیگه قیمت داره. پس مثلا اگر ما در اینجا حالا بخوایم که هر دو x با هم جمع کنیم، بازم باید بر ما جواب 4 بده. پس ما گفته بودم که آر که است با حروف بسیار اساس است، پس ما از هر حروفی که استفاده کردیم باید دوباره از استفاده کنیم. به مختار در کدهای قبلی بر ما در اینجا ایرور داد. پس اینا رو ببینید، حال ایرور نمیده. مثلا ما میخوایم x جمع x کوچک کنیم، ما دیدین جواب 4 کشید. یعنی پس گفتم میتونیم که میتونیم بر ساختن آبجکت هم ما از آر استفاده کنیم، یا مثلا تمام تحلیل های بسیار مهمی میتونه در آر انجام شود. یا البته بسیار محاسبات ساده است، اما محاسبات پیچیده هم میتونیم در بسیار به آسانی انجام بدیم. خب یک بخش مهم دیگه که از بخش کتابخانه است، که در این بخش ما میتونیم با کتابخانه هایی که ضرورت داریم باید اینستال شود یا نصب شود روی آر استودیو. پس مثلا شما از این کد استفاده میکنین، اینستال پکیج استفاده میکنین. مثلا بعضی کتابخانه هایی که به خاطر تحلیل داده یا تحلیل دیتا زیاد استفاده میشه، مثلا جی پلات. خب بعضی روی از این انتر میزنین و انتر که زدین این کتابخانه خودش باز نصب میشه. چون حالا به اینترنت وصل نیستیم، اما وقتی که شما با اینترنت وصل باشین این خودش نصب میشه. اما باز هم به خاطر از اینکه شما دوباره به بارهای بعدی اگر از آر استودیو استفاده کنین، باید شما کلمه لایبرری استفاده کنین و همین کتابخانه که شما فعلا پیشتون دارین، مثلا جی پلات ایره، مثلا شما باید روی انتر کلیک کنین. بعد از او به این شکل، یعنی شما دیگه بعد از این هر کد را که استفاده میکنین میتونه براتون از این کتابخانه برات ما تحلیل کنم. به خاطر از اینکه این کتابخانه دیگه یعنی بعد از این باز از دسترس شما میباشه، باید هر مرحله که استفاده میکنین باید امی کلمه را تکرار کنین. و همچنین اینجا که یک اشتباه از ما سر زده بود در دفعه قبلی، وقتی اینستال پکیج میزنین باید شما داخل از این کوتیشن مارک ها را بده، چون کوتیشن مارک خیلی در اینجا مهم است. اگر نباشه باز فرمان شما کار نمیکنه. میبینید حالا ما چون به اینترنت وصل نیستیم، به اون خاطر برای ما ایرور میده. وقتی به اینترنت وصل باشین مستقیمی پکیج اینستال میشه و بعد از اون کلمه لایبرری را جی پلات 2 را میزنین تا همین کتابخانه دیگه در دسترس شما قرار بگیره. در این ویدیو ما چند چیز فهمیدیم. یکی نصب آر استودیو و همچنان آر تولز، و همچنانی که با محیط آر آشنا شدیم که این از 4 قسمت تشکیل شده. اینجا آر اسکریپت است، این بخش انوایرمنت، همچنان بخش فایلز و پکیج و همچنان بخش هلپ، و همچنان اینجا هم بخش کنسول است که بر ما بعض نتایج انجام نشان میده. همچنان میتونیم اینجا همچنان کد کنیم، یا مثلا اینجا میتونیم برای آبجکت یا را تعیین کنیم یا قیمت گذاری را در اینجا میتونیم تعیین کنیم. تا ویدیوهای بعدی وقت خوش داشته باشین. خداحافظ و خدا نگهدار.